من انواع ساندویچ ژامبون رو بهتون یاد دادم و گذاشتم تو پیجم، ولی این جدیده یکی از بهتریناشه که حتما باید تست کنید. من نمیدونم این کالباس چیه، واقعا همه جورش دل آدمو میبره. بریم ما هم یادش بگیریم. خیلی راحته. برای شروع یه لایه از ژامبونامون رو میچینیم و روی اونا یه لایه پنیر ورقه‌ای میذاریم. حالا لایه بعدی رو یه مدل ژامبون دیگه میچینیم و مثل قبل یه لایه پنیر روی اون میچینیم. حالا لایه آخر رو هم میچینیم و شروع میکنیم ورقه‌ای برش زدنشون به این شکل. من همیشه میگم نصف ساندویچ به نونشه، پس بهترین باگتی که میشناسید رو استفاده کنیم. یه لایه گوجه میچینیم و روی اون چیپس خلالی میریزیم و روی چیپس خلالی سس مایونز میزنیم. حالا نوبت ژامبوناست. اون رو میچینیم و نون رو میبندیم. ساندویچمون رو توی فویل میپیچیم و 1 ربع داخل فر 180 درجه میذاریم تا قشنگ توست بشه. ساندویچ ژامبون پنیری ما آماده است. بخورید و به یکو درود بفرستید.